إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. دوستان عزیز، برادران و خواهران مسلمان، امروز در ارتباط با صلاح و اصلاح در بین مسلمین، یعنی صالح شدن، هر مسلمان باید با آنچه که برش بیان میشه از قرآن و هدایات الله، دستوراتش و سنت و هدایات پیامبر صلی الله علیه وسلم، به او هدایات باور و یقین کند و عمل بکند که نتیجه از این صلاح گفته میشه. در عین وقت غیر از که مسلمان خود را صالح ساخت، مصلح باشد، یعنی اصلاح کننده باشد. اصلاح کردن در بین مسلمان ها از جمله بزرگترین بخش عبادت است. مسلمان زمانی اصلاح میکند که خودش صالح باشد و نیک باشد و با آنچه که علم داره و میشنوه عمل بکند. عمل، زیرا اسلام یک دین و آیین است که به ما و شما دستور میده که در همه بخشای زندگیتان از او حکم و قانون و دستور اطاعت بکنین که از جانب خالق و ربتان براتان نازل شده که قرآن است، و آنچه که پیامبر براتان بیان کرده که احادیث صحیحه و سنت صحیح پیامبر است، از این اطاعت کنین. در نتیجه از این شما سعادت و خوشبختی و رفاهیت، وحدت و یکپارچگی، امنیت و صلح، آرامش، محبت قلوب پیدا میشه. زمانی که مسلمان ها از حکم الله و رسولش اطاعت نکنند، هیچ وقت امنیت، محبت در بینشان ایجاد نمیشه. صلح هم نمیاید تا وقتی که قانون و دستور الله در زندگیشان حاکم نشه. یک چیز واضح است، کسایی که بدون اطاعت کردن از کتاب الله و هدایات پیامبر و اسلام میخواهند که در زندگی خودان اصلاح را بیارن، سعادت دنیا و آخرت، هم زندگی دنیایشان آباد باشه و هم بعد از مرگشان، این ناممکن است، محال است. الله رد کرده در قرآن، بسیار آیات است که این ناممکن است. و الله متعال به بالای بندایش بسیار ارحم است، یعنی زیاد رحم کننده است. از همه کرده مهربان، از همه کرده میخواد که بندایش در سعادت باشد، در خوشبختی دنیا و آخرت باشد. تنها دنیا نیست که ما بخوایم به یک قسمی دنیای خود جور کنیم. الله میخواد که انسان ها در دنیا هم خوشبخت باشند
در سعادت و در رفاهیت و در امنیت و در وحدت و در محبت با دیگر باشند و بعد از مرگ هم زندگی بعد از مرگشان که جهان ابدی است، دنیای ابدی و دائمی، حیات همیشگی است که او دیگه هیچ ختم نمیشه. الله میخواد که بنده هاش در اونجا هم در نعمت ها، در جنت ها، در رضایت الله و خوشنودی الله باشه و از عذاب ها، مصیبت های آخرت بسیار سخت است. آتش جهنم است، قیامت، قبر بسیار حساب سخت داره. الله میخواد که بنده ها از او هم دور باشه. همیشه پیامبر صلی الله علیه وسلم 3 آیت در اول خطبه خود بیان میکرد که کل صلاح انسان جمع میکند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. این آیت ها بسیار مهم است که مسلمان به آیت ها عمل کند. بعض وقت الله سعادت انسان در چند جمله جمع میکند، چندین جملات بسیار کم، و میخواهد که انسان بین یک 2-3 جمله اصلاح شود و به سعادت دائمی بره، به خوشبختی دائمی و ابدی برود. اما انسان ها خودشان ظالم هستند، خودشان ظلم میکنند. و ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. نیست الله که ظلم بکنه، نبوده و نمیخواد. خود مردم ظلم میکنه، خود مردم خود تباه میکنه، خود مردم هدایت خالق خود قبول نمیکنه، عمل نمیکنه، مسئولیت پذیر نیست، غفلت میکنه، بی‌پروایی میکنه، خود را مسئول نمیدانه در برابر خالق خود. نعمتهای الله را ناشکری و ناسپاسی میکنه، مسئولیت ها و مکلفیت های خود انجام نمیده، خود انسان خود تباه میکنه. هیچ الله میفرماید و ما انا بظلام للعبید، ما به بنده ظلم نمیکنم. و ما الله یرید ظلما للعالمین. الله اراده ظلم هم میگه ما اراده هم نمیکنم که ظلم بکنم. اما مجرم جزا دادن این عدالت است، عدل میکنم. الله میگه تقاضای عدل و میست که مجرم باید جزا ببینه. مجرمی که توبه نمیکنه، پشیمان نمیشه، اصلاح نمیشه، در نتیجه باید به جزای اعمالش برسه. صالحین و مصلحین، کسایی که خود را اصلاح کردن و دیگران را اصلاح میکنن، اینا باید نعمتها، جزاها، بدلها، ثوابها، اجرها در دنیا و آخرت باید براشان داده شد. این فیصله الله است. این علامه و نشانه عدل الهی است. بنان کوشش کنیم دوستا آن چیزی که الله ما و شما را مکلف کرده، از او جمله صلاح و اصلاح مسلمین است. در اصلاح خوب صلاح خو تا وقتی که مسلمان صالح نباشه خودش هیچ وقت کوشش نمیکنه که دیگران را اصلاح کنه. تا وقتی که خودش در قلبش محبت با مؤمنین نباشه هیچ وقت کوشش نمیکنه که در بین دو مسلمان محبت باشه، زیرا خودش بغض و عداوت و کینه و این گپا در قلبش نفرت و این چیزا پر باشد بناحق. الله متعال تماما قلب ها را، تماما مسلمان ها را حکم کردگی است که شریعتش الله پیامبر که اینا در بین مردم اصلاح بکنن، خدا هم صالح بسازن، مردم هم. کار مسلمان ها باید واحد باشه، یک پارچه باشن، یک وجود باشن، حتی یک جغرافیا باشن و یک قانون و یک نظام در زندگیشان حاکم باشه. وحدت عقیده بسیار مهم است. عقیدهشان مطابق قرآن، توحید، اسلام، هدایت پیامبر، عقیده پیامبر، عقیده صحابه باشه، زیرا اونا بهترین هاست. اعمالشان هم محبتی که صحابه داشت در بین یکدیگر، همین چنین محبت در بینشان باشه. به می خاطر اخوت ایمانی را الله فرض گردانیده. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. الله می یقینا مؤمنین کس با یکدیگر برادرها هستند. رابطه مؤمن با یکدیگرش فقط چی باشه؟ اخوت باشد، برادری باشد.
اگر جنجال میشه فاصلحوا بین اخویکم، کسی که کار میکند بسیار ثواب الله برش میته، اجر میته. زدش شقاوت، دشمنی، عقده ها و کینه ها، بغض ها، این الله حرام کرده است. هر چیزی که، هر عملی که محبت یک پارچگی را از بین مسلمان ها دور می سازه الله را تقبیح کرده. به می خاطر امر می کند که وقتی که بیرون می براین با یک مسلمان سلام بتین، با پیشانی باز برخورد کنین. حق المسلم علی المسلم سته حقوقش بیان کرده، 6 حق داره. این حقوق که از محبت ایجاد میکنه، یک پارچگی را ایجاد میکنه و در محبت و یک پارچگی وحدت قوت است. قوت مسلمان ها که زیاد شد، دشمن هیچ وقت نمیتونه که اینا را استعمال کنه و یک شعله دیگهش بجنگانه و یا دینش بیرونش کنه. در وقتی که مسلمان ها یک وجود و یک پارچه بودن، قوی می باشن. قوی که بودن، هیچ کس بیدینشان کرده نمیتون، هیچ کس قانون خود و نظام خود سرشان نافذ کرده نمیتون، هیچ کس یک شب بنام های مختلف علیه دیگهش استعمال کرده نمیتونه. سلام دادن، اجابت دعوت، کسی یک مسلمان دعوتت کرد در یک مجلس گناه نکرده شرکت کنی، سبب محبت است. عیادت مریض میشه پرسان شکو. هر چیزی که انسان با مسلمان نزدیک میکنه محبت ایجاد میکنه، الله با حکم کرده است. هر چیزی که دور میکنه مسلمان از یک دیگر، دروغ گفتن، دروغی که ضرر میرسانی به مسلمان، نمیمت میکنی، گپ از را به او میبری، از او را به او میجنگانی، در بین دو مسلمان جنگ ایجاد میکنی. این را حرام کرده. غیبت کردن حرام کرده. حمز و لمز، یعنی عیب یک مسلمان از ظاهر و باطن بیان کردن به خاطر توهینش، مسخره کردن، تحقیر کردن مسلمان، تمام این چیزا حرام است. چرا؟ به خاطر که یه محبت از بین میبره، الفت از بین میبره، وحدت از بین میبره. اصلاح ذات البین، اصلاح جامعه اسلامی، جا اجتماع مسلمان ها بسیار مهم است و از جمله عبادت های بزرگ است. یکی از عبادت هاست، بسیار عبادت بزرگ است که پیامبر صلی الله علیه و آله ترغیب میکرد، خودش اصلاح میکرد، در بین دو مسلمان نمیمان که اختلاف پیدا شود. فعلا ما و شما در زندگی مادیات و پشت منافع شخصی و این گپا میگردیم. مسئولیت ها و عبادت های بزرگ از پیش ما ترک شدگی است که از او جمله محبت ایجاد کردن در بین دو مسلمان. اختلافاتی که بناحق بعضی مسلمان ها که یک دیگه خود اختلاف کرده، یا سر یک گپی که ارزش نداره، سر گپ دنیا اختلاف کرده، نه به خاطر دین. در بین از اینا اصلاحات آوردن بزرگترین بخش عبادت است. قسمی که الله فرض گردانیده در قرآن می فرماید و اصلحوا ذات بینکم، سورة انفال، اصلاح کنین در بین خود، این در بین دو برادر، در بین دو عضو فامیل، یک نفر و جامعه، در بین دو مسلمان ها، دو گروه مسلمان ها. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که قدر مهم است دو مسلمان به خاطر دنیا یک دیگه خود ترک کردن. در روز دوشنبه و پنجشنبه عبادات مسلمان ها پیش الله پیش میشه، قبول میشه. در حدیث صحیح بخاری میاد. اما این دو مسلمانی که ناکت برادر خود گپ نمیزنه به خاطر غیرت افغانی و غیرت جوانی و غیرت قومی و غیرت سمتی و غیرت زبانی و غیرت، این غیرت های بی غیرتی است. در حقیقت الله را عباداتش قبول نمیکنه. هر قدر نماز بخونه، روزه بگیره، حج بکنه، ذکر بکنه، پیش الله ارزش نداره. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید که ان یوم الاثنین والخمیس، روز دوشنبه پنجشنبه، یغفر الله فیهما لكل مسلم، الله برای هر مسلمان گناهش میبخشه که عمل کردگیستن، الا محتجرین، مگر کسی که دو مسلمانی که یک دیگه خدا ترک کردگیست. یقول الله دعهما حتی اصطلحا، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که اینا را بانید تا که الله میگه که دو نفر اله کنین، الله میگه تا که اینا صلح کنن، آشتی کنن، محبت کنن و در بخش دین یک دیگر را کمک کنن و در بخش وحدت جامعه یک دیگر را تعاون و همکاری بکنن. تا وقت میگه اینا را بانید. انسان کنین که چقدر خطرناک است
که مسلمان عبادتش در حالت تعلیق است تا که کت برادر خود اصلاح نکنه. و صلح که از انواع و اقسام خدا داره. صلح در بین مسلمان ها یک نوع حکم داره، دو مسلمان. صلح در بین مسلمان و کافر دیگه احکام داره. ما قبلا بیان کردیم صلح با کافر چی شرایط داره. با کافرام که از چند قسمت، یک کفاری است که با مسلمان ها می جنگه، گپ از اونا جداست، تجاوز میکنه. یک کفاری است که نمی جنگه، میخواد که یک رابطه داشته باشه با مسلمان ها، حکم از اونا فرق میکنه. یکی دو گروه مسلمان است که کلش قرآن قبول دارن، میخوان پابندی به قرآن و اسلام داشته باشند، اما یک اختلاف، یک جنجال در بینشان پیدا شده. او میگه من بر حق هستم، می میگه من بر حق هستم، باز گپ از اینا دیگه حکم داره. بنان صلح در هر بخشش که تابعداری از قرآن و سنت باشه، مطابق با وحی الهی باشه، یک فریضه است. مسلمان ها کوشش کنن که دیگه مسلمان ها در تحت قرآن و احکام اسلام با دیگر محبت بکنن و مشکلات خدا را در روشنی امی حل کنن. در ارتباط برتریت و ثوابش به الله می فرماید که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. لا خیر نیست، خیر ثواب نیست فی کثیر من نجواهم، در بسیاری جرگه ها و مشوره ها، نشست ها، می نشست هایی که صورت میگیره خیر نیست. الا من امر بصدقه، مگر کسی امر به صدقه کنه. یعنی تو یک اجتماع که بین فقرا را کمک کنیم، یتیما را کمک کنیم، بیوه را کمک کنیم، در این ثواب است. او معروف یا کارهای نیک، چطور قرآن نافذ بکنیم، قرآن درسش عام کنیم، دین الله را جاری کنیم و نافذ کنیم در دنیا. سر از این میشینند. فساد جامعه را چگونه از بین ببریم، قانون اسلام از چه قسم تطبیق کنیم، پیامبر چی گفته، پیامبر چگونه اصلاحات آورد، صحابه چه قسم عمل کرد بعد از پیامبر. سر اینی گپا میشینن، فکر میکنن، تشویش دارن که در جامعه فساد، بیدینی است، عیاشی است، بیبندوباری است، گناه ها میشه. چه قسمی گناه را از بین ببریم. اینی گپ میشینن و اتحاد میکنن، کار میکنن. اینی مجلس، اینی جلسه، اینی نشست، این بسیار درجه و ثواب خود داره. او اصلاح بین الناس، یا یک جمع میشن اصلاح میکنن در بین مسلمان ها. چه قسمی دو مسلمان ها، ای دو فامیل ها، ای خانم شوهر چگونه اصلاح کنیم. دو دوست با دیگهش مخالف شده، چه قسم در بینش اصلاحات بیاریم. دو مسلمان است یا دو دانه عالم است، نه کتی یک دیگه اختلاف کرده بناحق، چه قسم یک محبت در بینشان ایجاد کنیم. دو طایفه مسلمان است، در بین از اینا چه قسم اصلاح را بیاریم. الله میگه و من یفعل ذلک، کسی که کار بکنه امی اصلاح میکنه در بین دو مسلمان، یا امر به صدقه و کارهای نیک میکنه، خو ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب کردن رضای الله، دیگه هدف نباشه. هدفش این نباشه که بعد ما آینده اینجا مردم مرا صفت کنم، مردم مرا مصلح بگویم، مردم مرا ملک بگیرم، مردم مرا وکیل جور کنم، مردم مرا وزیر تعیین کنه. این هدف نباشه. و من یفعل ذلک، هر کسی کار کرد ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب کردن رضایت و خوشنودی الله، هدفش الله، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، الله می حتمی ما به این میتیم اجر ثواب عظیم بسیار بزرگ. بینمقا یعنی یکی از اعمالی است که انسان به جنت میبره. ثواب بزرگ چی از جنت است. بسیاری مردم است در جرگه ها و یایشان اختلاف است. فلانیا حق خود گرفت، ما چطور بگیریم. فلانیا تعصب میکنن، ما چه قسم تعصب کنیم. اینی گپ است. فلانی سمت سر ما حکومت میکنن، ما چه قسم بخیزیم این سمت از بین ببریم، سمت خدا حاکم کنیم، زبان خدا چطور رشد بتیم. اینی گپ است. چطور بدماشی کنیم سر دیگرها را تابع خود بسازیم. اینی تو شورا باش. این کلش حرام ناجایز است. این به این خاطر هم بسیاری میشینن.
یک حزب جور کنیم که چه قسم خدا به قدرت برسانیم، در بین مردم خود یک حیثیت و یک وجاهت، یک موقف پیدا کنیم، چه قسم به موقف برسیم. اینی سرینی گپا میاد. نام شما ده حق حقوق ملت میخواهیم، حق میخواه خودش خود سر قدرت برسانه یا بر خاطر بقای قدرتش ادامه بده، به اهداف شخصیش، به اهداف نامشروعش برسه. نامشروع نامش میمانه ملت، حقوق ملت میخواهیم، ملتی میخواه، ملتو میخواه. گپ از خودش کل دان ملت کد خود یک جای میکنه. این ملتی میخواه، این ملتو میخواه، ملت مایی میخواه. اگر نیو ملت قطعا این چیزایی که میخواه نمیخواه تو. در ثواب ازی یک حدیث دیگه است بسیار کورا بیان کردیم. ابی درداء میگه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا اخبركم على افضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين. ابی درداء میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الا اخبركم آیا شما خبر ندارم على افضل با آن عملی که بهترتر است من درجه الصلاه از درجه نماز کرده و صیام از درجه روزه گرفتن کرده، روزه گرفتن، و صدقت از درجه صدقات پول مصرف کردن کرد. قالوا بلا یا رسول الله، کلش بلا یا رسول. صحابه پشت صحابه بسیار میگه زود نشان بده کدام است. قال صلاح ذات البین، اصلاح کردن در بین مسلمان ها، در جامعه مسلمان، وحدت یک پارچگی را آوردن. یکم دفعه میفهمیم ما شما که وحدت به این میاد که وحدت عقیده ایجاد شد، یعنی عقیده کلی به قرآن و سنت چی شد؟ یکی شد. برای ازی کار کردن بزرگترین عبادت. کلگی را ما در تحت عقیده قرآن و سنت بیاریم. چقدر زیرا تا که وحدت عقیده نبیاتی را بفهمید، وحدت کار، وحدت حرکت، وحدت اجتماع، وحدت عمل در دیگه کارا به میان نمیاد. این بیخی واضحه. اگر تو عقیده یکی باشه و دیگه عقیده باشه هیچ اصلاح نمیشه، اینجا محبت پیدا نمیشه. به می خاطر با وحدت عقیده و وحدت علم قرآن و سنت وحی کل مردم در سطح کتاب الله، این بدون علم هم نمیشه. بین کلمه ایجاد کنیم، سعی کنین از نماز کده ثوابش بالا، از روزه کده بالا. حالا ما شما در روزه چقدر مصرف میکنیم، چقدر زحمت میکشیم، با نماز چقدر مصرف میکنیم، صدقه چقدر مصرف میکنیم. ایران بگیریم یا وقت خود کسی که اسلام میکنه، وقت خودم میته، مال خودم میته، جان خودم مصرف میکنم. بعد از اون گفت فإن فساد ذات البین، فساد در بین جامعه اسلامی، اختلاف ناحق، جنگ و جدال، بغض و عداوت و کینه، هی الحالقه، این تراشنده است. بعد از گفت که لا اقول انها تحلق الشعر، نمیگم که شعر موی می تراشه، بل تحلق ولکنها تحلق الدین، دین از بین میبره. این حدیث صحیح است، ترمذی و غیره روایت کرده است. پس سعی کنیم چقدر درجه داره اصلاح کردن در ما و شما. میفهمیم دو نفر دو خانم شوهر جنگ کرده، هیچ تقصیرش نیست، خوش هستیم میمانیم که طلاق شد. دو برادر جنگ کردن میمانیم که دیگر را بکشن. در جامعه دو طایفه جنگ کردن میمانیم در بینشون قتال باشه، ما را چی بگم؟ تباه میشیم ما و شما. مسلمان ها یک وجود بودن. شما همی صدر اسلام که تاریخش بخوانید، پیامبر صلی الله علیه و که جامعه را شروع کرد، نه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت آغاز کرد، اصلاح را جور کرد. اصلاح را از کجا شروع کرد؟ از عقیده. از عقیده شروع کرد اصلاح را، عقیده توحید و وحی الهی. تا که وحی الهی را کسی قبول نکنه اصلاح نمیاد. از اینجا شروع کرد. 13 سال در مکه با عقیده بود و با مقتضیات عقیده توحید ایمانیات دعوت داد. اینال پیامبر صلی الله علیه و بعد از اون به مدینه آمد. کل مسلمان ها چی بودن؟ یک وجود، یک پیکر، یک رئیس دولت داشتن. اینطور نبود که یک کشور عربستان پیامبر صلی الله علیه و فتح کرد، بر عربستان یک رئیس دولت تعیین کرده باشه، باز با بحرین دیگه، با یمن دیگه. یمن و اینجا فتح شده در زندگی یک رئیس دولت. بعد از صحابه که آمدن عراق، سرزمین های خراسان زمین و ایران زمین فتح شد.
یک رئیس دولت. دیگه صحابه عمر رضی الله عنه آمد حتی کشورهای عربی را بسیار شد، سوریه و لبنان و دمشق و فلسطین ایسا را فتح کرد، اما یک رئیس دولت. بخون این تاریخ در دوران عمر رضی الله چقدر کشورها یک حکومت مسلمان ها یک رئیس دولت، یک امیر، یک رهبر داشتن. بعد از عثمان رضی الله عنه آمد ایش تو طرفای عجم کشورهای افغانستان و خراسان نامیده میشه، خراسان زمینه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان ساها را فتح کرد، اما یک رئیس دولت بود. به خاطری که مسلمانان تفرق اجازه نمیدادند. در خلافت عمر رضی الله عنه یک جنجال شد، وقتی پیامبر صلی الله علیه و وفات کرد جنجال شد، کی را تعیین کنیم؟ امیر. انصار گفت من امیر و منکم امیر، امیر از ما یعنی کسی اهل مدینه است برای خود رئیس دولت تعیین کنه، امیر کلان رهبر، و مهاجرین برای خود تعیین کنه. ابوبکر گفت کلا امکان نداره. گفت شما چی میگین؟ گفت دین تباه میکنید. مسلمان ها زمان قوتشان، نیرویشان، عزتشان مثل دوران پیامبر مثل آفتاب روشنی میته که یک امیر داشته باشه. دو امیر پیامبر هم تقبیح کرده، حتی میگه با دو امیر باید شود. کسی که دوم ایجاد میکنه و ناحق است، ناحق شرط بشید، مخالف قرآن اسلام میگه گردن از او را بزنیم. در حدیث صحیح بخاری است اذا کان امرکم، مثلا میگه وقتی امر شما جماعت است، کل یک وجوده، اسلام نافذ است، یا کسی دیگه میاد دو حکومت جور میکنه، میگه فضربوا عنقه اینما کان، هر جای که از گردنش بزنید، زیرایی دین تباه میکنه، دین از بین میبره. همین قسم بعد از او که اموی ها آمدن، یک حکومت، عباسی ها، عثمانی ها، کلی زیر یک بیرق اسلام، زیر یک جغرافیا، هر کسی مسلمان بود، برادر مسلمان بود. سعی کنیم که در اینجا یعنی من امیر منکم امیر رد شد، زیرا اختلاف جامعه، چند جامعه، چند حکومت، چند این امت ناقص میکنه، امت ضعیف میسازه، امت دیگه هم در بین خود حال اینه میاله. ببینید مسلمان ها چقدر در بین خود دشمن است با یک دیگر. حتی ملت ها، حکومت ها خود جدا هست و هست. میال پاکستان ها ببین، ایران ها ببین، تاجیکستان ها ببین، ازبکستان ها ببین، نام مانده کلش نام های قومیت هست. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، نام چیست؟ قومی. چقدر مسلمان ها ضعیف هستند ببینید، هیچ از خود دفاع کردن نمیتونن. اکثریتش اینقدر ضعیف است که به قوت کافر محتاج است، به نیروی کافر محتاج است. اگه این نباشه ما تباه میشیم، اگه این نباشه ما برباد میشیم. کلی کوشش میکنه به یک طرف و کفار دشمنای اسلام اول قدرت شد. یعنی میال شما میبینید میگه جهان اول، جهان دو، جهان سه. جهان اول یک چند تا کشورهایی که ایمان اسلام قبول نداره، قرآن قبول نداره. جهان دنیای دوم یک چند تا دیگه که هم ایمان قبول نداره. جهان سه کی است؟ اینم یک چند تا مسلمان است. سوم نمره، آخر نمره، هیچ یک رو ارزش نداره. یک عبادت خود صحیح کردن نمیتونه، از خاک خود دفاع کردن نمیتونه، از سرزمین خود دفاع کردن نمیتونه، از عزت خود، از ناموس خود، از قانون خود دفاع کردن نمیتونه. این چی است؟ اینمی اختلاف است، تفرق است، بغض و عداوت است، استقلال گرایی و جداگرایی است. او میگه ما جدا، این میگه ما جدا. مسلمان ها رو بگوی شما میخواین که یک وجود و یک چی؟ نه نمیخواین. سعی که ما شما رو تباه کنه، ما شما رو برباد کردگی سمی چیزا. کفار عقایدشان مختلف، افکارشان مختلف، ملتایشان، رنگایشان کلش یکی شد. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، قاره استرالیا، کلش یک وجود. پیمان نظامی ناتو، پیمان وارسا، او تا کمونیستا اوسو پیمان داره.
این کاپیتالیست ها و سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری دگاهش یا غربی ها ایسو پیمان داره. مسلمان ها چیست؟ هیچ. مسلمان ها 24 ساعت ما این میخواییم، ما اون میخواییم. چیزای شعارهایی میته که قرآن از او بیزاره، الله از این شعار بیزاره. پیامبرش نفرت داشت، صحابه نفرت داشت. شعارهای جاهلیت، شعارهای قومیت، شعارهای زبان، سم. در عرب ها ببینین 22 کشور عربی است. القطریه، البحرینیه، بحرین میگه، کویتیه، کویت، عربستان یعنی ورنا، السعودیه، چه من سعود، قوم سعود، سعود یا قوم، نامش چی مانده؟ السعودیه. حالا اگه ما میریم ما افغان ها پیشان اونجا میریم میگیم با ما چی؟ الاجنبیه. تو میگه اجنبیستی برو بلاده پس بیگانه استی. حتی ما رو مینیست یک انسان که ما برخورد درست نمیکنن بعضشون. اگر از کشورهای امریکا مسلمان ها میاد به حج، دوران حج از بریتانیا میاد، از اینجا تو عزتش میکنه، میگه از کشور اول قدرت آمده، کل عسکرش به خدمتشه. اگر از اینجا میری هیچ زیر پایم شایی بوم این دقیقه دی اوسو کمی. 22 کشور عربی، 22 بیرق، 22 دانه واحد پولی، درهم، دینار، مچم، چی و چی و چی، نامای پیسه خدا نامده. فکر میکنی که آیا دین به یا گفته، پیامبر برشان گفته، صحابه گفته؟ بعدش بعد میگه ما با عقیده قرآن و سنت و صحابه، ما منهجنا منهج الصحابه، منهجنا منهج السلف الصالح. میخوایی که کل مسلمان یکی باشه؟ الله الله الله. نه نمیخوای. میگه این ایران میمانی تباه و برباد کرد ما شما را اینی گفا. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه هر عضو انسان با بالای از یک صدقه است. بعد میفرماید کل سلامه من الناس علیه صدقه، هر عضو صدقه داره، صدقه کنی. بعد میفرماید که تعدل بین الناس، اصلاح کو در بین مردم، صدقه است. حتی دروغ گفتن ناجایز است، اما به خاطر وحدت و محبت در بین دو مسلمان امور هم اسلام جایز گفته. در حدیث صحیح بخاری میاد که لم یکذب من نما بین اثنین لیصلح، میاد دروغ نگفته کسی که سخنچینی میکنه که اصلاح کنه، در بین دو مسلمان جرامت بیاره، این دروغ نیست. البته باز علما میگن توریتاً بگوید، میخواد که اصلاح کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی خود اصلاح کردگی است. یک حدیث در بخاری است میگه ان اهل قبا اقتتلوا، اهل قبا جنگ کردند. اهل قبا مسلمانای قبا یک جنجال بود. حتی تراموا بالحجاره، یک دیگر به سنگ زدند. قبا یک 40 دقیقه پیاده دور است یا نیم ساعت از مسجد نبوی، از خانه پیامبر. فاخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خبر داد که اهل قبا جنگ کرده. فقال اذهبوا بنا نصلح بینهم، ببرین ما را ببرین که اصلاح کنید. عاجل رفت در بینشان اصلاح کرد. صحابه را امر کرد که برین اصلاح بکنید زود، نمیمان که اختلاف باشد. امام بخاری یک عنوان ماندگی است که باب قول الامام لاصحابه اذهبوا بنا فی الاصلاح، ببرین ما را که اصلاح کنیم. کوشش کنیم دوستا، حتی بعضی وقت اختلاف سر خودمی مسلمانای صحیح و یا ناقص هریچ گفت بازور غیرت میگیره. این عادت جاهلیت، فرهنگ جاهلیت، غیرت جاهلیت. متواضع باشیم ما و شما، تواضع در وجود ما باشد، عفو در بین مؤمنین باشد، بخشش باشد، محبت باشد به خاطر الله. پیامبر نمیگه که من احب لله، کسی به خاطر الله کسی را دوست داره، و ابغض لله، به خاطر الله که بد میبره. فقط استکمل الایمان، ایمان خود کامل. میخوایم ایمان ما کامل شود، باید این کار بکنیم. دیگه حدیث است که پیامبر بسیار اصلاح کردگی است، خودش حدیث زیادی است. و کسی که میخواد اصلاح کنه اول نیت خود صحیح بکنه. اصلاحگرا مصلحین نه، نیتش به خاطر الله باشد. و
دومی که علم حاصل کنه که من اصلاح را میکنم قرآن چی میگه، پیامبر چی میگه، ازش کم خود اصلاح نکنم. و سومی که کوشش بکند که مطابق با قانون الله و نظام الله اصلاح کنه. این شرطشه. نه که با فیصله های ریسفیدی قانون الله را تغییر بده او را بگه نه این قسم فیصله شد، حالا که مثل فیصله ها میکنن. نه فلانی میگه فلانی را کشته چی کار کنیم، میگه دختر شب تیبایی چی میکنی؟ خون به خون ششته نشده. خب به چی ششته شده؟ خون به دخترها ششته میشه. دختر از او میگه نمیگیرم نمیشه. نه ما وقتی میبخشیم که 2 دانه دخترایتان با ما بده، اگر نمیته نه چورا میبره با چیزی ظلم ناروا سرش میکنه. بد بتین، چام بتین. دختر از او را گریختان داد، زنا و تجاوز کرده، چی کار کنیم؟ بته تو دختر خدا بایی بده. اگر دختر را نمیتینی تو. این قانون اسلامی مردم به زنا تشویق کردن است، مردم به گناه تشویق کردن است. زمینش گرفته چی کار کنیم؟ غریب است، فقیر است، یتیم است، تیر شو از زمین خود. این ما فیصله میکنیم. این تو فیصله های ظالمانه، اصلاح ظالمانه در این جامعه داریم. فلانی جا رفتیم خواستگاری دختر خدا نداده، چه کار کنیم؟ برو پشت خانهش چند تا مرمی دی و کسی را گرفته نمیتونه. و میاسه فایر میکنه، گراز چه گپ شد؟ اینجا ما آمدیم با من نداده، هیچ کسی دیگه اینجا بیا کشته میشه. این را کی میگه؟ ریسفید میگه. ریسفید برو، اینمی فیصله ریسفید است. این بسیار ظالمانه است. دیگه یک مثال های بسیار کوچکش بود. دوستا الله بر ما شما توفیق بده صالح شویم، اصلاح کنیم مطابق قانون اسلام. اصلاح با عزت یا صلح با عزت چی را میگه؟ که در اوج قانون الله، دستور الله، هدایت پیامبر نافذ شد. اصلاح از کجا شروع میشه؟ از عقیده شروع میشه، از قرآن شروع میشه، از بیان سنت شروع میشه، از تطبیق قرآن، تنفیذ قرآن. اصلاح چطور شروع میشه؟ وحدت و محبت که مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم مکاره کرد، صحابه کرد. وحدت عقیده، وحدت پولی، وحدت نظام، وحدت جغرافیا، حتی که هیچ کس سر دیگه کس خود برتر ندانه مگر به اساس تقوا. تقوا کسی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بارک الله لی و لکم فی القرآن.